میگویند که قبل از تأسیس مرکز شهر بخطر بعضی از قاعده ویرانکنی راننده ها به جواب میموند. یعنی بعضی از راننده هایی بودند که خودسرانه قاعده حرکتی راه را ویران میکردند و همین گونه عمل آنها به جواب میموند، زیرا هیچ دلیلی برای کار آنها نبود. و همچنین بعضی از ویران کردن ترتیبات جمعیتی و جنایت هایی بودند که همین گونه آشکار کردن آنها خیلی سخت بود، یعنی فرصت زیاد را طلب میکرد. خوشبختانه سال 2013 در شهر دوشنبه مرکز شهر بخطر تأسیس داده شد و همین طور در تمام نقطه های دوشنبه عزیزمان هر عمل و هر کاری که امروز در شهر صورت میگیرد در همین دستگاه های نواربرداری ثبت می شود و از سال 2013 تا اینجا این همه خزینه شده است و مطمئنیم که هیچ عمل دیگر از چشم شهر مرکز بخطر دور نخواهد افتاد و این هم برای آرامی و آسودگی شهر عزیزمان خیلی مفید است. و تصور میکنید دوستان عزیز خوب از همین جا می نشینند و تمامی شهر دوشنبه را نظارت میکنند تنها در یک اتاق. میگویند که در مرحله اول در 20 شارع‌های شهر دوشنبه کامراهای نظارتی چسبانیده شد. این زینه تجربوی بود که نتیجه خوب داد و همین طور مرحله به مرحله تکمیل یافت. سال 2014 در 51 شارع‌های باقی مانده حدود شهر دوشنبه کامراهای شهر بخطر وصل کرده شدند. بعد دستاوردهای نو به نو نویل شد در سمت تنظیم واسطه نقلیات، باز در سمت کشادن جنایت و قبول شهروندان که شهروندان مثال چیز چاره را فراموش میکردن. امروزه و مثال می اومد یک مشکلاتی شهروندان را آسان میکنیم در کشادن جنایت ها، علاوه خصوص که ما همکاری با دیگر زیرساختارهای وزارت کارهای داخلی دیگر مقامات های قدرتی بودن، ما در کشادن جنایت ها و در دیگر پیشروی های نو به نو نویل شدیم. یعنی این برای آسان کردن کار اپراتیوی کارمندان وزارت کارهای داخلی بسیار مهم بود. بر اعلی نظر است بود در کشادن جنایت ها و در تامین ترتیبات جمعیتی در چاره‌بینی‌هایی که در سطح بین‌المللی بودند، در سطح مثال جمهوریوی بودند، مثال ما در گذراندن هر گونه چاره‌بینی‌هایی که بودند ما مثال سهم خود را می‌گذاشتیم. خب عموما اینجا چند نفر کار میکنند و کار اینا چگونه برای آماده شده است؟ کارمندایی که خب در همین دستگاه‌ها می‌نشینند و تمامی مثلا دستگاه‌های کامرا رو از اینجا نظارت می‌کنند. ما در مرکز یعنی 4 تا شعبه‌چه عملیه ماموریت، شعبه‌چه انشاءات‌های بیرون، شعبه‌چه اپراتورهای و شعبه‌چه تمجمع در 4 شعبه‌چه‌ها فعالیت میکنند. هر سمت فعالیت خود را دارند، هر شعبه سمت فعالیت خود را دارد. در تالاری که ما میبینیم شعبه‌چه اپراتوریان از 27 نفر عبارتند یا شبانه روزی خدمت میبرند با بست‌ها. بله. خب شعبه های دیگر فعالیتشون چگونه است؟ شعبه های دیگر فعالیتشون مثال تنظیمی، مثال چراغک‌های راهنمایی، سرور دیگر چیزا. عملیه ماموری در ریاست بازرسی از کار میماند بچه‌ها از اینجا رفته درست میکنند. بله شعبه‌چه مخصوصی است که رفته تنظیم میکنه و تامین می‌دارد. میگویند که برای ماندن لایحه شهر بخطر در شهر دوشنبه فرهنگ رانندگی را بهتر نمود. دیگر راننده ها کوشش میکنند که قاعده های حرکت راه را رعایت کنند و نظام معین را در راه ها جاری سازند. وقتی که صدمه نخودی میشنن و از جهت غم میزدن چند قدر مشکل بود. حاضر هم همینو توسط همین کامرا نظارتی نظارت میبریم، جو به جو در وقتش چنین جنایت‌ها یا که چنین قاعده‌ها در جوش اشکال کرده بررسی میکنیم. مقصد اساسی که برای همین کردن همین مرکزم این سری وقت و تامین بخطری، تامین امنیت، همین مقصد همین بود که ما تامین امنیت و تامین بخطری از اون جمله پیشگیری حادثه نقلیه
پیشگیری جنایت یا خود کشته شوی جنایت برای این مرکز ترتیب دادیم برای همین کامیرا کار میکنن در وقتی کشته شوی در وقتی کشته شدن جنایت ها چقدر ما با کارمندان مخموتی که اپراتیوی برای کشته جنایت همه طرفه یordam میدیم پیش اگر یگون کس هیچ که اگر سویتافور و چراغ راهنمایی هیچ رعایت نمیکرد حاضر حتما و اگر یکم اگر ما برنامه گیریم او با خودمانی سو میشه و جوگری کشیده میشه ماموری و یک چیز دیگر است مثلا ما فقط میگیم که قاعده‌های حرکتی راه رو مثلا نقلیات ها واسطه نقلیات ویران کردن راننده ها رعایت نکردن ولی هستن آدمانی که قاعده‌های حرکتی راه رو رعایت نمیکنن یعنی باعث میشوند که مثلا تصادف در راه رخ دهد در سویتافور سرخ مثلا حرکت میکنن یا اینکه در جاهایی که مثلا راهی زیرزمینی است از اونجا گذر نمیکنن خیلی درست گام زدید خیلی درست با مورد همین سخن گفتید پیشین کار زدید این مسئله بسیار مسئله روزمره است اگر سویتافور زرد باشد گذشتن ممکن نیست اینا همون زرد و بسیارش میگذرد که یک تستر گذرم یگون تستر همینجا گذرم یگون پیش یگون اونو رو میفهمده که همین گذراندن همین کم چیز راه ندادن به قاعده میکنی باعثی پیشگیری و صدمه میشود قاعده حرکتی رو که ما باید همه کس هم راننده هم پیاده‌گردان قاعده حرکت باید رعایت کنند حتما و چراغ سرخ برای این منع کردن حرکت تمام وسایل و همچنین پیاده‌گردان میباشد همه پیاده‌گردان سراسیمه برن همه دست در چراغ نمایی رنگش سرخ میگذارن باعثی صدمه ها میگردن چنین صدمه اگر شما دیده باشید در ما هم هستن بسیار میشوند میگذارن خیلی در این چیز و میشود خود اوله اینو اوسه میبیند با اون ماشینی که راننده که در او در برای خودش اومده سوت اینو در راه سر میزنن باعث هم همین صدمه باعث همین کشمکش‌های زیادی میشن بله میگویند که اپراتوران 24 ساعت به نظارت مشغول هستند و اگر در یگان نقطه شهر دوشنبه حالتهای شبهه آور را مشاهده کردند زود به شعبه های دخلدار خبر میدهند. کدام نقطه های شهر عین حال در اختیار شما است؟ یعنی کدام خیابان‌های شهر دوشنبه را شما نظارت میکنید از اینجا؟ اصلا اینجا تمام نمود خیابان‌های شهر و همه نمود خیابان‌های شهر اساس دیدبان یعنی تمام این نقطه‌های شهر از اینجا میشه از این کمتر شما از کمتر بله درست ولی عین حال کدام نقطه را در اختیار شما گذاشتن امروز در اختیار من بابت گیپرازم است دهقان بزرگ همجا باید سپوری شدگی است که همجا را به ترتیب در آوردن یعنی در دیم قطار در سر راه میمونند و بعد نزد بازار است باید همجا را شما نظارت کردن. من میبینم که به شما زود زنگ میزنن. از کجا زنگ میزنن و چرا زنگ میزنن؟ از شما چی میپرسن؟ از ناحیه زنگ میزنن. از کیها زنگ میزنن؟ کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی. بله دولتی اتومبیلی شعبه با قیدگیری بسیار زنگ میزنند. شعبه با قیدگیری انا زنگ میزنند اونجا رقم‌های دولتیشون رو میپرسن قاعده ویرانکنی دارن یا ندارن برای از قید برآوردن وسیله نقلیات اگر داشته باشن شهر اگر قاعده ویرانکنی داشته باشن و یا پرداخت میشوند بعد از قید میبرن میشود که مثلا یگان نفر مثلا автомашинашо مثلا رعایت نمیکند به قاعده های حرکتی رو و یا اینکه با فرمانی مثلا کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی مثلا سر نمیفرد و فرار میکنه این گناه هستن؟ بله این گناه بسیار این گناه حالت بسیار میشود ما وقتی دیدیم که با کارمند بازرسی اطاعت نکرد در و دیگر کارمند بازرسی که همون در همون نقطه نزدیکن با همون طریق علاقه میرسونیم که همین نمود واسطه نقلیات همین نمود رقم قطعی نزد شما حضور شده است نزدیک شده شبانوک است اطاعت نکرده است با این کردن ولیت باندی 6 دقیقه شما از اینجا صفت کامیرا خیلی خوب است یعنی که
میتوانید نزدیک بیارید و مثلا رقم автомашина رو از اینجا تشخیص کنید. بعد تشخیص میکنیم و بعد اگر قاعده که نزدیک کرده میبینیم که وسطای نخود در اویس میزنیم قاعده که 10 تا زیاد داشته باشد 10 تا قاعده و که زیاد داشته باشد با کارمند ملیسه که نزدیکتر است با همون میرسونیم طریق علاقه که همون نمود وسطای نخود با شما نزدیک شده است از همراه بازداشت کنید. همینطور با واسطه دستگاه‌های نظارتی هزارها جنایت پیشگیری گردید و عمل‌های ناشایسته دیگر بازگشایی شد. شهر دوشنبه به یکی از شهرهای امن و بخطر دنیا تبدیل یافته است و هر عمل و قانونشکنی که امروز در شهر انجام داده می شود از نگاهی همین دستگاه‌ها دور نمیماند و حتما که اون نفری که به این گونه کارها دست میزند جزایش رو میگیرد. خب سلام علیکم. سلام علیکم. من فرقت، شما؟ من سلیمان زاده پرویز، اپراتوری کلان، شعبه اپراتوری شهری بخطر. خب عین حال کدام نقطه شهر دوشنبه رو شما نظارت دارید؟ من همچون اپراتوری کلان هم را وابسته میکنم، هم 4 نوعه شهر دوشنبه را وابسته میکنم. عین حال من خودم بزرگی نزدیک بزرگی سخاوت برای برطرف کردن هر گونه قاعده ویرانکنی ها نظارت کردم. خب در عموم در یک روز چقدر قاعده ویرانکنی ها و مثلا عمل های ناشایسته به قید گرفته می شود در حساب عموم؟ با حساب عموم هر وقت پیش و تو ترتیبات جمعیتی مثل نابالغان را میان برطرف میکنن، قاعده حرکتی رو بسیارتر میشه و مثل با طلبات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی گوش نمیدن. هر نمود قاعده به فکر شما همین مثلا دستگاه های نظارتی که در نقطه های شهر نصب شده است تا چه اندازه ترتیب را در شهر مثلا راه اندازی کرده است، تا چه اندازه مثلا قانون شکنی و اینکه ویران کردن قاعده های حرکتی را در شهر دوشنبه کم شده است؟ سببی که خیلی حاضر از روزی که فعالیت شهری به خطر برآمده شده است خیلی کمبودی ها برطرف شده است. مثل صدمه رو نقلیات کم شده است، صدمه کم شده است. مردم دیگر ترس دارند. ترس دارد حسابی که خیلی جریمه میکنن، بعد سری وقت ما میرسونیم با کارمندای بازرسی دولتی اتومبیلی. از همین سبب خیلی کمتر قاعده ویرانکنی میکنه، از جای حادثه فرار میکنه. ما اینجا گشت وسطای نقلیات میبینیم که در کدام نوعه گشت است. مثلا همین حدود شهر دوشنبه ده باشه ما هم طرفا نظارت میکنیم که وسطای نقلیات در کجا حضور دارد. بعد با کارمندای ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی میرسونیم که فلان وسطای نقلیات در کجا حرکت کنید. تقریبا در 1-2 ساعت این کار میشه؟ بله میشه. یعنی هیچ کس فرار کردن نمیتواند از نزد خانه؟ البته نمیتواند. مثلا ما سری وقت امر پیشگیری میکنیم. بعد اون قانونشکنایی که از جانب شهروندان میشه و یعنی که شهروندانی هستند که در نقطه های مثلا جمعیتی بعد ویران کردن ترتیبات مثلا دست میزنن، با هم دعوا میکنن این گونه کارها. خب اصلا همین گونه کارها بیشتر در کجا صورت میگیرن؟ در باغ‌های جمعیتی هستن؟ بسیارتر در باغ‌های جمعیتی در نزد بازارها بسیار بر چی میکنن شهروندا قاعده ویرانکنی میکنن، قانونشکنی میکنن، مثلا و بالای رشوت‌ها میگذرن و به هر گونه وای میکنن. ما همیشه با شعبه وزارت کارهای داخلی میرسونیم نوعیات مثلا هر نوعیه با خودش باید داره یک شعبه وزارت کارهای داخلی میرسونیم که همین سری وقت همین رو برطرف. عمل‌های دزدی رو شما با قید میگیرید؟ بله. خب تا چند اندازه امروز مثلا این جنایت‌ها کشاده میشود در کدام ولایت‌ها؟ در مولاتو مثال خیلی کوتاه مثال ما مراجعت میکنن، همکاری قطعی ما میکنن شعبه وزارت کارهای داخلی مثال میآیند ما قطعی و کار میکنیم سری وقت میکشیم. یعنی شما با تمام شعبه های وزارت کارهای داخلی در علاقه هستید، همکاری دارید؟ یعنی که هم مثلا شعبه های وزارت کارهای داخلی به واسطه با شما ارتباط دارن؟ بله. همه وقت هر ساعت هر وقت میآیند ما مراجعت میکنیم، ما سری وقت با قطعی همکاری میکنیم. نوعیه قطعی شعبه وزارت کارهای داخلی نه تنها در حدود شهر دوشنبه از بیرون هم ما همکاری میکنیم.
اون مثلا اشیاء که گم میشود بیشتر به کی مراجعت میکنن؟ اینجا شما یگان شعبه مخصوص دارید برای نه فقط ما در مراجعت میکنن مثال ما در اساسی همون فرمایشون ما همین چیزی که گم میشود ما گفته میتیم نه یک نفری که یک اشیاش رو گم میکنند برای شما میفهموند که در کدام نقطه شهر بود با چی مثلا نقلاتی جمعیتی نشست بله بله همین گونه است مثال میشینه در یک تاکسی چیزش فراموش میکنن ما در خط سیر شیشتنش هم میگه جای رفتنش هم میگه ما حساب و ساعتش رو رفتی واسه نقلات هم میبینیم اما ایروی هم کار میکنیم مسلم نخونیم. تشکر زیاد برای شما مشاهده کردم که مردم در سامانه‌های اجتماعی نیز زیاد برایش به شما باور دارن، یعنی یک به ترتیبی میشود یک مثلا بیرون کردنی مثلا ترتیبات جمعیتی از جانب شهروندان صورت میگیرد و در شبکه‌های اجتماعی اونها پخش میکنن و میبینیم که در یک مدت کوتاه از جانب کارمندان شما حتما بررسی میشه. حتما این مثلا تک بررسی قرار دارن. خودتون شهرونده اگر باور نمیشه هر روز ما 4 تا 5 تا شهرونده حتما قبول میکنیم. اویدی کمبودی که اونها میگن اویدی که چراغی راهنما اویدی کمبودی حرکتی رو یا که یگون اسباب انجامی که اونها فراموش میکنن در یگون ماشین یگون راننده یا یگون جو حتما مراجعه میکنن با هم مساعدت میکنن که به همونا یاردم کنیم کارشون مشکلشون حل کنیم. قبلا مثلا چی نبود وقتی که شهر بی خطر هم در رو تنبشوی زیاد میشه. نه بسیار یک مشکلی عمده شهر به حساب میاد. خب تو چه اندازه این رو برطرف کردید؟ این مسئله خیلی مسئله روزمره است. این مسئله تحت نظارت رهبری هم وزارت هم رهبری شهر دوشنبه است. این همه طرفه هم ما با واسطه کمیره نظارتی ما و وزارت دولتی شهر دوشنبه خیلی همکاری میکنیم با واسطه در گوشه که تماشا میشود سریع و خبر داده تماشا رو در جوش برطرف میکنیم. میشود صدمه که در مبانی راه میشود با واسطه تماشا میشوند سریع و برطرف کردن همین که پیش اگر ممکن دیرتر میمادم حاضر رقم که کمی نظارتی هست تو 5 دقیقه 3 دقیقه میشه همشه میبیان در جوش مثلا برطرف کرده میشه. میگویند که اینجا با تکنولوژی نوترین مجهز بوده متخصصان ورزیده به کار جلب شدند. میگویند که در آینده لایحه مذکور در دیگر منطقه‌های کشور به راه مانده می شود و به این وسیله امنیت و آسایشتگی مردم بیشتر می گردد.